برمیگرده، باید صبر داشته باشه. بعضی وقتا 2 روز میشه صبر میکنه که بتونه اون نور بیاد و شما اون عکس رو بتونه بگیری. درسته. سخت ترین عکس، من 2 سال پیش رفتیم یه سفر سوباتان، خیلی اذیت شدیم 3 روز. سوباتان کجاست؟ سوباتان توی استان گیلانه خب. و از بالای کوه بالای تالش اگر اشتباه نکنم، بله از تالش رفتیم که بالای کوه بود. رفتیم اونجا فصل بعدی رفتیم، زمان عکاسی نبود، با تور عکاسی رفتیم که خیلی زمان بعدی بود. عکس گرفتیم ولی اصلا عکس خوبی نتونستیم، در واقع هیچ عکسی نگرفتیم. ولی سخت‌ترین عکس همین عکس کویر مصر بود که دیدید. ما رفتیم توی طوفان شن گیر کردیم، با راهنما بودیم، بعد شب ماشینمون خراب شد. خیلی سخت، ماجراجویانه است دیگه. درسته. بعد اولین عکسی که گرفتین یادتونه؟ حقیقتا نه، اصلا تو ذهنت نیست؟ نه من اولین چاپی که زدم، چون اون زمان چاپ آنالوگ بود، چاپ دستی بود توی تاریخ خونه، اونو دارمش و اینو پرس کردم گذاشتم توی قاب. ولی اولین عکس خوبی که گرفتم یادمه سال 82 بود. من یه دونه عکس شب دیدم از منظره شیراز، از یه بنده خدایی توی حالا یه مغازه‌ای که هم عکاس بود و هم فروشنده لوازم دوربین بود. ازش خواهش کردم که به من بگه این عکسو چه جوری گرفته. خب حالا اینم یه خاطره که اگه شد اون موقع گفتش که من نمیگم، اگرم بگم 2000 تومان ازت میگیرم که بهت بگم که این عکس چه جوری گرفته. اهورا بیا بشین پیش من، بابا 2000 تومان پول داده، بیا اینجا. و نگفت من. نگفت. خودت رفتی پیدا کردی؟ من همون لحظه یه فیلم ازش خریدم، یادم یه فیلم ازش خریدم 60 تومن. یه فیلم رنگی و یه سپایه و یک سیم دکلانشو گرفتم، رفتم زمستون همون ساعت 11 شب تا ساعت 1 داشتم عکاسی میکردم از بالای حالا یه قسمت شیراز دروازه قرآن و تونستم اون عکس رو بگیرم. بعد بردی بهش نشون بدی؟ بردم بهش نشون دادم گفتم این عکس خیلی عکس من بهتر از اون عکس شده بود. خب بعد گفت این نگاتیوشو به من بفروش. خب گفتم 4000 تومان و خرید 4000 تومان. بله الانم دوستمونه، دوست نزدیکمونم هستش. چه خانم آقای فتوحی، شما از کدوم عکسای آقا مسلم خوشتون اومده؟ من یه عکس از توی سرای مشیر بود، از یه پیرمرد و پیرزن گرفته بود. اون خیلی قشنگ بود. بهمون ندادی نه که یا خیلی قدیمی بوده؟ خب من شاخه‌های مختلف عکاسی میکنم. این لندسکوپ من 2 ساله دارم پروژه اشاعر فارس رو کار میکنم. درسته. و یه پروژه دارم الان 7 ساله دارم کار میکنم روش، مستند اجتماعی که هنوز جمع نشده. بله. توی الان ببینید اینقدر تکنولوژی پیشرفت کرده، چون ما فرصتمون هم خیلی کمه. یه سری عکس‌ها هستن که میتونن گویای یک اتفاق در یک منطقه باشن. مثلا میگم یک اتفاقی در یک جایی افتاده، مثلا خدای نکرده زلزله‌ای، سیلی، حوادث غیر مترقبه، یا اینکه به یه جایی حمله شده. عکاسا بلافاصله میره حضور پیدا میکنن و بلافاصله تونتون عکس میگیرن و ارسال میکنن که اطلاع رسانی بشه به تمام دنیا. این کارا رو انجام دادی تا حالا؟ بله، برای خبرگزاری مهر کار کردم و برای ایسنا کار کردم. زمان زلزله اولین نمایشگاه من نمایشگاه زلزله بم بود. شما فکر کنم خودتون خاطرتون هست تشریف بردید توی دانشگاه. این میشه شاخه عکاسی خبری. درسته، عکاسی خبری. بله، عکاسی خبری. آره، تو بحث مسائل سیاسی هم اهورا جان اون میکروفون عمو الان مامان میخوان صحبت بکنن، ممکنه صداشو کسی نشنوه. میای پیش من چون میخوایم خداحافظی کنیم، با شما هم باید با بچه‌ها خداحافظی کنی. میای پیش من؟ آره. نمیخوام باب اسفنجی میخواد. حالا رفتی بیرون یکی بخر براش دیگه. خیلی خوب. باید خداحافظی کنیم آقای مسلم فتوحی عزیز. محبت کردید. سلامت باشید. واقعا لذت بردیم از مصاحبت با شما و انشالله که کانون خانوادتون همیشه گرم باشه، موفق باشید و پیروز. اگه صحبت پایانی دارید بفرمایید. من تشکر میکنم از شما و از جناب بروغنی، دوستان و همکارانی که توی مرکز صدا و سیمای کیش هستن و خیلی خوشحالم که خدمتتون رسیدم. سلامت باشید. انشالله که این برنامه مفید واقع بشه. انشالله. شما بفرمایید. مرسی. منم تشکر میکنم از شما و بینندگان عزیز. مرسی، متشکرم. سپاسگزارم. اهورا جان با همون میکروفون مامان بگو خداحافظ. نه همونطوری دست نزن بهش. وای چی شد الان؟ من میدونم الان. خوبه دیگه. خوبه، خیلی خوب. ما باید با عزیزان خداحافظی کنیم. خیلی ممنون که همراه ما بودید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.